مثال 200 از الگبرا. نگاه کنید باید حساب کنیم این ایفاده رو درونی ریشه کواdraتی ایفاده عدد یک خیلند فقط پلوس مینوس هر خیل است. این مثال چه کار میتونیم؟ یعنی یک راه رو استفاده برده میتونیم چه با حرف اگر نویسیم آسان‌تر میشود. بگذار 21 مینوس 8 ریشه 5 رو آ گوییم و 21 جمع 8 ریشه 5 رو ب گوییم. همین درونی ریشه رو ما حرف دادم آ و ب و سوالی ما با چی تبدیل شد؟ یعنی در اصل ریشه آ جمع ریشه ب باید یابم. نگاه کنید بین این علاقه است چه علاقه شده میتوند؟ نگاه کنید اگر آ جمع ب چی است؟ 42 است. اگر هر دو ما این ایفاده رو جمع کنیم 42 میشود. ضرب آنها رو در آینده من اینو استفاده میبرم در دوام سوال برای ما ضرب آنها چی میشود؟ ضرب اینها فرق دو قوس یعنی این خیلی چی است؟ x مینوس y گویم x جمع y بسیار حرف ساده بردم این چی است؟ x کوادرات مینوس y کوادرات یعنی a ضرب b در اصل چی است؟ 21 کوادرات مینوس 8 ریشه 5 در کوادرات. اگر ما این رو کار کنم 21 کوادرات چند میشود؟ 441 مینوس 8 ریشه 5 باشد این 64 ضرب کن 320 است و این تر چند 121. انا اینها رو من یافتم اکنون من اینها استفاده میبرم چه آغاز کار میکنیم در اصل با حرف کار کنیم آسان‌تر میشد. یعنی آغاز به ما میپرسن ریشه ا جمع ریشه ب رو یابیم. بگذار جواب این x کلان باشد. برای اینو کار کنم ریشه از ریشه باید خلاص شیم. ریشه از چه خلاص میشم؟ اگر هر دو طرف رو کوادرات گیره. اگر هر طرف کوادراتش گیره چه میشود؟ و بعدی این ما میدونم چه کار کردن نکن خلاص چه میکنیم این میشود ریشه ا در کوادرات جمع دو ریشه ا ضرب ریشه ب جمع ریشه ب در کوادرات برابر x کوادرات و از اینجا میشود ا جمع دو ریشه ا ب جمع ب برابر x کوادرات و ما x کوادرات لازم نیست x لازم است. و از اینجا نگاه کنیم ا جمع ب اگر باید ا جمع ب جمع دو ریشه ا ب ب رو به نزد ا گرفتم برابر x کوادرات و از اینجا ما آقا یافته بودیم ا جمع ب رو یکم قسمت با چی برابر است؟ 42 ا جمع ب اینجا و جمع دو در ریشه ا ضرب ب این با ما 121 برابر است و همه این برابر x کوادرات. بیاین رو کار کنیم چند میشود؟ 42 ریشه 121 این 11 است 2 ضرب 11 برابر x کوادرات 42 جمع 22 این 64 است برابر x کوادرات و با ما x کوادرات لازم نیست x لازم است هر طرف ریشه 8 رو گیرم x برابر 8 میشود و جواب ما 8 میشود. ایفاده ما با 8 برابر میشود.